گرگ‌ها در دهه مدنخوار جماعت پرشنوی ناحیه شغنان یک مادر و دختر را کشتند. حادثه صبح 7 مارس رخ داده است. از قربانیان حادثه امل بیگم تشریف بیکوی 83 ساله و دخترش مستی بیگم دوندوی 55 ساله نام برده می شود. امیده یوسفова سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حادثه زمان رخ داده است که مادر و دختر برای ضرورت صبح بروقت بروی حولی برآمده بودند. مسئولان جماعت پرشنو هم گفتند گرگ‌ها صبح بروقت به حولی فوتیدگان حمله کرده شکم مادر و دختر را پاره کردند. نزدیکان هلاک شده ها میگویند در چند سال اخیر این بار اول است که گرگ‌ها به ساکنان محله این دهه حمله میکنند. پروینه یک همسایه امل بیگم تشریف بیکوه در صحبت با رادیو آزادی گفت گرگ‌ها از گلوی مادر داشته او را در همانجا کشتند. در گذشته نیز در ولایت مختار بدخشان در پی حمله حیوانات وحشی برخی ها جان خود را از دست داده بودند. از جمله در ماه فوریه سال 2013 ساکنی 81 ساله دهه بجوی ناحیه روشان نبات بیگم خدای داده و از حمله گرگان زخم برداشته در جای حادثه هلاک شده بود.